سلام دوستان، به کانال آینده روشن خوش آمدید. امروز ما به شما چگونه تغییر دادن زمان حاضره فعلی یک خط را در جانشین ها و در مثال ها نشان خواهیم داد. با ما همراه باشید. فعل یک خط در جانشین ها. دوستان عزیز، چنانچه شما میدانید فعل یک خط مصدر فعل ما به معنای رفتن می باشد. اما دوستان عزیز، در درس های گذشته ما فعل ایتی را به معنای رفتن به شما نشان دادیم. اکنون ما به شما میگوییم که فرق بین فعل ایتی و یک خط در چیست. دوستان عزیز، حالت هایی که ما پیاده به یگانجا می رویم ما از فعل ایتی استفاده می بریم، یعنی ایتی رفتن پیاده می باشد. اما فعل یک خط در حالت استفاده می بریم که ما با نقلیات به یگانجا حرکت می کنیم، به یگانجا سفر می کنیم. از فعل یک خط استفاده می بریم. در یک خط پیاده رفتن داخل نمی شود. و دوستان عزیز، نقلیات که ما گفتیم، هواپیما در نقلیات ما داخل نمی شود. در هواپیما ما فعل لیتت پرواز کردن را استفاده می بریم که آن را در درس های بعدی به شما نشان خواهیم داد. و شما می دانید که فعل یک خط در جانشین ها به طرز های گوناگون تغییر خواهد یافت و اکنون ما تغییرات آن را به شما نشان خواهیم داد. اکنون در جانشین اول، یه دو من می روم. رفتنی با نقلیات، ماشین یا دیگر نقلیاتی که ما میشناسیم. تی یدش تو میروی. آن یدیت آن پسر میرود. انا یدیت آن دختر میرود. انا یدیت آن می رود. می یدیم ما می رویم. وی یدیته شما می روید. انی یدوت آنها می روند. فعل یک خط در مثال ها. یه دو دمای من میروم خانه. دوستان عزیز، چنانچه گفتیم یه دو رفتنی با ماشین می باشد، یعنی من با نقلیات، ماشین یا دیگر نقلیاتی که هست، من با ماشین میروم به خانه، یعنی خانه رفتنش پیاده نمی باشد، با نقلیات می باشد. تی یدیش دمای تو میروی خانه. آن یدیت دمای آن پسر می رود خانه. انا یدیت دمای آن دختر می رود خانه. انا یدیت دمای آن می رود خانه. می یدیم دمای ما می رویم خانه. وی یدیت دمای شما می روید خانه. انی یدو دمای آنها می روند خانه. دوستان عزیز، از تماشا کردن شما منت داریم. برای از درس های بعدی ما با خبر شدن به کانال ما آبونه شوید و زنگولچه را زیر کنید. تا دیدار.